از آغاز ماه ایون دولت تاجیکستان از مردم خریدن سهمیه‌های نیروگاه برق آبی سنگتوده یک آغاز کرده است. طبق اطلاع رئیس امانت بانک سراج الدین اکرامی تا حالا دولت از اهالی کشور به مقدار بیش از 1 میلیون سومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی سنگتوده یک را خریداری کرده است. اکرامی در نشست مطبوعاتیش دیروز 23 ایول گفت سال 1996 97,000 عدد سهمیه نیروگاه سنگتوده به معاملات برآورده شده، ارزش هر عددی آن 3,000 روبلی آن زمان یا $10 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. حالا حکومت هر عدد سهمیه را با قیمت $10 یا 94 سومانی از مردم کشور خریداری می‌کند. این روند به گفته رئیس امانت بانک تا 31 دکبر سال 2021 ادامه خواهد یافت. حکومت تاجیکستان برای خرید سهمیه ها 10 میلیون سومانی جدا کرده است. حالا سوال مطرح این است که چرا دولت که برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون پول می‌جوید در اجرای نقشه بودجه مشکل دارد و نمی‌داند از کجا پول به دست آورد به این اقدام بشردوستانه گویا دست زده است؟ به نظر من اینجا عیب خودی مردم است. وقتی حق خودت طلب نمیکنی کسی دیگر نمیارد برای شما بگید این فایده سهمیه شما است که از مثلا سنگتوده خریده بوده. بخصوص در تاجیکستان، شاید در کشورهای اروپایی اگر 1 سنت اضافه دادی یا یک اشتباه هم دادی اون رو پس میگردن، اما برای کشور مثل تاجیکستان باید تلاش کرد و باید خیلی زحمت ها کشید که حق خود بگیری. از سال 2008 تا به حالش از هزارها نفر شاید 2-3 نفر نه اینکه شکایت فقط پرسیده باشد از حکومت شاید که فایده سهمیه ما کجا شد. و راغون هم مثل همین بگیم تاجر و دکاندار به خاطر که دکانش از دستش نگیرن و منصبدار به خاطر که از منصب نرود و مردم عادی به خاطر که جماعت فردا یک سپراف که گفته که رفتن، حتی در اون لحظه هایی که برای سهمیه مردم سهمیه خریداری میکردن، حتی برای یک سپراف که رفتن باید تو سهمیه میخریدی، بعدا برای تو یک سپراف که میدادن. یعنی اینا به این خاطر سهمیه را خریدن و از بحر فایدهش که ها گذشتگی هستن، منتظر فایده هم نیستن. همین که حکومت با اونها از این بالا زیادتر فشار نیارد، با همین قدر بسیار مردم تحمل پذیر که هستن خاموش و تلاش هم نمیکنن برای حقشون. اصلا هر سهمیه برای به دست آوردن فایده خریداری می شود. مردم وقت سهمیه ها را می خریدند به این امید بودند که روز نیروگاه به کار می درآید و طبق سهمشان قسمتی از فایده آن نصیب آنها می شود. طبق قاعده هم هر سهمدار در فایده شرکت شریک است. فرضاً اگر سرمایه آیین‌ناموی سنگتوده $400 میلیون بود و شما با $4,000 سهمیه خریدید، 0.01% فایده نیروگاه برق آبی حق حلال شماست. یعنی اگر سنگتوده یک در سال 2018 $10 میلیون فایده گرفت، $100 آن مال شماست، یعنی مال سهمدار است. این نیروگاه سال 2008 به کار آغاز نموده به گرفتن فایده آغاز کرده است. 75% سهمیه های آن به روسیه تعلق دارد و طبیعی است که همین مقدار فایده اش را روس ها می گیرند. اما در آن 25% که مال تاجیکستان است هر سهمدار حق دارد. تا امروز یگان سهمدار از فایده نیروگاه برق آبی سنگتوده یک درمی به دست نآورده است، در حالی که هر سال محاسبات آن باید فایده سهمداران را به حساب آنها گذرانند. یعنی شما اگر با $4,000 سهمیه خریده بودید و نیروگاه برق آبی هر سال $10 میلیون فایده گرفت، در این 10 سال $1,000 حق شما را خورده است.
یا این پولها به حساب آفشاری کدام مقامدار یا عضو عائله پرزیدنت فرستاده شده اند. از طرف دیگر نرخ یک سهمیه در سال 1996 $10 بود. حالا بنابر فایده‌آور شدن آن قیمتش بالا رفته است. البته تاجیکستان بازار سهام ندارد که قیمت سهمیه ها در آن معین شوند، ولی اگر دولت منصفانه حق سهامداران را می پرداخت، حالا خودی بازار قیمت آن را معین می کرد. در همین حال دولت یا نفران معین با استفاده از اینکه مردم حق خودش را نمی شناسد می توانست بدون خریده گرفتن سهمیه به گرفتن فایده آن و خوردن حق مردم ادامه دهند. اما اینجا یک مشکل وجود دارد که ظاهرا دولت تاجیکستان می خواهد از آن پیشگیری کند. جانب روسیه که سهامدار اساسی است می تواند با وعده پرداخت فایده و قیمت گرانتر سهمیه ها را از مردم بواسطه و یا بواسطه خریداری کند. ظاهرا مقامات تاجیکستان می خواهند از این کار جلوگیری کنند. مردم حداقل به قیمت $186 میلیون سهم در نیروگاه برق آبی روغن دارد. این نیروگاه طبق دعوای حکومت به استحصال برق و گرفتن درآمد هم آغاز کرده است. اما از پوشیده جریان گرفتن مجلس سهامان آن و هیچ معلوماتی در اختیار مردم نگذاشتن، می شود خلاصه کرد که دولت به مردم سهامدار نیت پرداخت از فایده درآمد نیروگاه برق آبی روغن را نیز ندارد. زمانی که نیروگاه به گرفتن فایده صاف آغاز کرد، شاید دولت مثل سهمیه های سنگتوده 1 به خرید سهمیه های نیروگاه برق آبی روغن با قیمت سال 2011 آن آغاز کند.